خب سلام رفقای عزیز، خوش اومدید به یه لایو ترسناک خفن. یه ویدیوی جستجوی فوق العاده براتون آماده کردم رفقا. دوستایی که حالا بعداً این لایو رو میبینن، یه لایو بچه ها چت میکنن اون بغل، میتونید نظراتتون توی کامنت ها هم بنویسید. بذاریم یه مقدار دوستان بیانو که شروع کنیم که یه ویدیو خفن براتون پلی بدم امشب. خب کامنت داره برای من میاد. اوکی. خب من توی اینستاگرام هم بذارم که بچه ها بیان ببینن. خیلی مخلصم. سلام به همتون، سلام به تک تکتون. من یه لحظه توی اینستاگرامم بذارم که دوستای گلم بیان توی لایو باشن. اوکی. سلام. امشب رفقا یه ویدیو خیلی خفن دارم براتون، جستجو، جدیدترین جستجو تیمو دارم براتون که اتفاقات عجیبی توش میفته. اگه دوست داشتید این لایو رو واسه رفقاتون شیر کنید، کسایی که علاقه دارن به ویدیوهای ترسناک و اینجور داستانا شیر کنید. بچه‌ها برسیم به 200-300 نفر که من شروع کنم ویدیو رو بذارم. قبلشم یه صحبت کوچیکی داشته باشیم با هم. من یه پستی توی یوتیوب گذاشتم، زدم که بچه کجایید. هر کی حالا چند تا شهر بیشتر جا نمیشد بزنم، بقیه‌شو توی کامنت ها نوشتم. خب نمیشد همه شهرها رو بنویسم، خیلی شهره. دم تک تکتون گرم. میخواستم ببینم از کجای ایران مثلا ترسناک دوست دارن، بازدید میکنن، که ویدیوهای ما رو میبینن، ویدیوهای منو میبینن، لذت میبرن. دم تک تکتون گرم. از کلی شهر، از مشهد، یزد، تهران از همش بیشتر بود، جنوب ایران، شمال، اصفهان، شیراز، یعنی نمیتونم. بچهای افغانستان، بچهای افغان گل دیگه جونم براتون میگه که از بیشتر شهرها، کرمان، کردستان، لرستان، اونایی که یادم میاد براتون میگم. دم تک تکتون گرم. میخواستم همینجا از همتون تشکر کنم. داریم میرسیم به 20,000 ساب. اگه سابسکرایب نکردی همین الان چنل سابسکرایب کن. قراره کلی ایده های خفن بازم تو ذهنم دارم، همون جور که خودتون میدونید همیشه یه چیز جدید دارم براتون بذارم. با اینکه خیلی سخت شده سوژه ترسناک جدید خوب داشتن و پیدا کردن، ولی خب من سعی میکنم همیشه یه کار جدید براتون داشته باشم. حتما سابسکرایب کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. اینم لایو با مثلا ویدیوی معمولی، حالا دوستایی که نمیدونن تازه اومدن تو یوتیوب فرق میکنه. اول با هم گپ میزنیم. من هفته یا هر 2 هفته یه بار یه لایو ترسناک اینجوری میذارم، کنار هم میشینیم یه ویدیو خفن میبینیم. خواستم یه نظرم از شما بپرسم که اگه دوست دارید ما فیلم ترسناک هم بذاریم با هم ببینیم. یعنی نابی میشه، نابی. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت بذارید. اگه دوست داشتید بعضی وقتا مثلا ساعت پنجشنبه و جمعه ساعت 2 شب جدیدترین فیلم‌های ترسناک رو براتون بذارم با هم ببینید. حالا زیاد برام اون کپی رایتش اینا، البته کپی رایت میخوره، سعی میکنم فیلمایی بذارم که کپی رایت نخوره. سعی میکنم فیلمایی بذارم که خیلی فیلمای معروفیه، همه با هم ببینیم، مثل سینما، دقیقاً یه جور مثل سینما. اگه دوست داشتید توی کامنت بنویسید دیگه اگه دوست داشتید، ولی خب اگه دوست نداشتیدم که هیچی دیگه، حالا همین روال خودمون میریم جلو. این جدا از تمام ویدیوها. مثلا آخر هفته یه لایو 1-2 ساعته، 1 ساعته میذاریم، یه فیلم خیلی خفن با هم میبینیم. خب بریم سراغ جستجو. قبلش یه حرفی میخواستم بهتون بزنم رفقا. من تو لایوام همیشه درد دل میکنم، حرفامو میزنم، شرمنده از اینکه توضیح میدم، حرف میزنم. حالا بعضی دوستان میان مینویسن چقدر توضیح میدی، چقدر حرف میزنی.
خب اگه حالا توضیح دادن کسی رو دوست نداری رو ویدیو، میتونید ویدیو اصلیشو برید ببینید، ولی خب من سعی میکنم توضیحی بدم که به درد میخوره. یعنی که خیلی ها متوجه نمیشن داستان چیه، خیلی ها متوجه نمیشن مثلا طرف داره چیکار میکنه، یا طرف حوصله نداره زیرنویسو بخونه، با توضیحات من متوجه میشه. حالا من سعی میکنم، ولی خب واسه من خیلی راحت تره این که بخوام یک کلمه حرف نزنم و تو ویدیو مثل شما بشینم فقط تماشا کنم، خیلی برای من راحت تره. ولی خب اینکه اگه توضیح زیاد میدم و اگه مثلا بعضی اوقات بیش از حد توضیح دادم یا حرف زدم و اینا دیگه، بیشتر میخواستم، قصدم این بود که شما بیشتر متوجه بشین داستانو، قصدم فقط این بود که شما لذت ببرید، هیجان داشته باشه. من فقط بیشتر دنبال اینم که ویدیوها براتون هیجان داشته باشه، ویدیوها براتون آدرنالین خونتون رو ببره بالا. یکی از دوستان هستش، حالا یه ماهی دو ماهی شروع کرده، رفیق خوبم هم هست، اسمش کیوانه، فکر کنم بیشترتون دیدینش. توی جدیدن یه ویدیوهایی میذاره گفتمان اینا، راجع به داستانهای ماورا و اجنه و این چیزا صحبت میکنه. دوستان اطلاعات ما راجع به این چیزا زیاده، یعنی چون انقدر دیدیم، انقدر چرخیدیم و گشتیم توی این قضیه، خب کارمون اینه، اطلاعاتمون راجع به این چیزا زیاده. خب این دوستمون استعدادش توی صحبت کردن و توی این چیزا خوبه، راجع به این چیزا داره توضیح میده. یه سری، من نمیخواستم اینو بگم، یه سری کانالای چجوری بگم، یه سری کانالای که زیاد همه حال نمیکنن باشون، کانالای مذهبی اومدن گیر میدن به طرف. ببین یه چیزی کلا میگم که ختم کلام باشه، شما میخوای توی یوتیوب پیشرفت کنی، با خراب کردن بقیه به هیچ جا نمیرسی دوست عزیز. این که اصلا به خودم من جستجو میرم، مثلا طرف میاد میگه آقا پویا ترسیدی؟ اون موقعی که من بالا سر شیطان پرستا بودم، اون موقعی که دنبالم کردن، اون موقعی که تو غار میچرخیدم، اون موقعی که به خواست خودم تو بدنم جن وارد کردم، نه ترسی وجود نداشت. بعد یهو مثلا توی ساختمون ترسید. نه اینجوری نیست. بعد خیلی هم ترس چیز خوبیه، اتفاقا منم میترسم، چرا نترسم؟ هممون میترسیم، ترس نباشه خب اصلا خدا واسه چی گذاشته تو بدنمون ترس؟ این حس رو واسه چی گذاشته؟ واسه این گذاشته که هم میتونی ازش لذت ببری، هم میتونی اینکه مثلا خیلی نترس باشی، هیچ حسی به هیچی نداشته باشی. به نظرم زیاد هیجان نره، زیاد جالب نیست. حالا راجع به این دوستم داشتم میگفتم، راجع به گفتمان میگه، راجع به اجنه خیلی اطلاعات خیلی مفید و خوب و باحالی داره میده، خیلی اطلاعات خوبی داره میده. من ببینم یکی داره قشنگ کار میکنه تعریفشو میکنم، مثلا خدا رو شکر تو این کار جزء قدیمی ها هستم، تعریفشو میکنم. حالا یه سری کانال مذهبی اومدن بهش توپیدن و بهش گفتن شیاد و فلان و این داستانا و نمیدونم طرف اینجوریه طرف اونجوریه، نمیدونم کافر. اصلا اینجوری نیست، خیلی به سر گلیه، خیلی هم ویدیوهای قشنگی داره میسازه. اونایی که میان دریوری میگن رفقا، واقعا با خراب کردن انرژی بد دادن به این و اون شما اصلا بالا نمیای. هرچی انرژی خوب تو زندگیت بدی انرژی خوب میگیری. اینجور آدم ها همون آدمایی هستن که ببخشید با باتون مردم میزنن و نمیدونم فقط میخوان توی ویدیوشون نمیدونم آدمایی نشون بدن که 2000 نمیارزن و اینجور آدما هن. بعد طرف میاد شماره حساب میذاره، از اون ور میگه فلان قدر میدم و بسار قدر، ولش کن. ولی در کل من اینو بگم، شما با انرژی بد دادن، مسخره کردن این و اون، بد گفتن راجع به این و اون به هیچ جا نخواهی رسید و هیچ هم دیده نمیشی، به هیچ عنوان دیده نمیشی. من که اینجا دارم صحبت میکنم، تو این دلم دارم باهاتون صحبت میکنم، تو قلبم دارم صحبت میکنم. شاید بعضی جا توپقم بزنم چون دارم از تو دلم باهاتون صحبت میکنم. خودمم، خود واقعیمم. خود واقعیت باش، کار خوب بذار. اینو واسه کسایی میگم که میخوان یوتیوب شروع کنن. این یه تیکه برای کسایی که میخوان یوتیوب شروع کنن. خودت باش، کار خوب بذار، کسی رو مسخره نکن با خراب کردن این و اون. تو بیشترین حقم داشته باشی طرفو خراب کنی، یارو نمیدونم دشمن باشه خرابش کنی، باز خودت خراب میشی. با خراب کردن این و اون هیچ کس تا حالا به جایی نرسیده، هیچ کس، هیچ احدی. با انرژی مثبت، انرژی خوب، حرفای قشنگ، شماها که گلید، حرفای خوب،
حتی از طرف خوشت هم نمیاد یه انرژی مثبت بدی، مطمئن باش همون تو زندگی خودت واسط برمیگرده. حالا کار طرف رو دوست داری میتونی نگاه نکنی، اگه دوستش داری سعی کنین انرژی مثبت بدین. رفقا حرفو کم کنم، دمتون گرم. بریم سراغ جستجو رو براتون پلی کنم. اوکی، خودم بیاریم اینور، بیاریم این بالا. اوکی، Я не знаю, как вам обращаться. Я буду говорить сущность, которая меня предупреждала об опасности. Вы можете снова выйти со мной на контакт, на этот раз при помощи доски Уиджи. Сущность, та, которая меня предупреждала об опасности. اوکی دیگه همتون تیم مرزوف رو میشناسید. واسه من یه هیولاست، واقعا دوستش دارم، ولی میگم ما سعی میکنیم بیشتر از بچهای ایرانی حمایت کنیم، خارجی ها به کنار، بیگانه پرست نیستیم، ولی تیم مرزوف کارش خیلی خوبه. این جستجوش هم حرف نره، بریم با هم دیگه ببینیم. عشق منید، بود شکنید. Нет сегодня никакого толку, никто не хочет выходить со мной на контакт. Но у меня есть еще... شرمنده من یه چیز بگم، رفقایی که میپرسن الان دونیت چجوری انجام بدیم، لینک دونیت توی توضیحات هست، اصلا نیازی نیست. دم همتون گرم، لینکش اونجا هست، درگاه اونجا هست. کسی هم که دونیت کنه روی صفحه میاد. عشقید، برید ویدیو رو ببینیم. Один, так сказать, эксперимент. Вадим рассказывал, что иногда ночью он просыпался непонятно от чего, открывал глаза, видел женщину в белом. Сегодня я попробую повторить это, лягу спать в его комнате, в этой комнате, на его кровати. Возможно, так мне удастся увидеть эту женщину или что-то еще. رفقا کسایی که نمیخوان کامنت ها رو ببینن میشه بستشا، اون بالا یه دونه 3 نقطه داره، اونجا میتونید ببندید. تیم باز رفته توی خونه و طبق معمول داره میخوابه تو خونه. Тихо, спокойно, ничего не происходит. Ну как-то тревожно. این خونه داستانای عجیب غریبی توش داشته. Ну как-то я чувствую какую-то тревогу. احساس ناراحتی میکنه. Хотя, может быть, накручиваю после прошлой ночи. Не знаю. Ладно, я буду пробовать еще. شاله خور و پف هم الان میکنه دیگه. بابا پاشو جمنا رو بگیر. اون چی بود؟ صدای دونیتت از خواب بیدارش کرد. Кто там? عمه ننه کوزت. کسی نیست به غیر از یه شیطان خبیث. توپ پینگ پونگه؟
دیدی؟ اه؟ Кто там? یاسر 62 جن هستم. داشتن چیز شبیه این سیمای پلیسه. خیلی خوبه این. باید یه دونه بگیرم برای جستجو. Ты находишься сейчас тут, в этом доме. حالا این بار صدای موتور گازی داره میاد. Кто ты? این میگه شما کید؟ پسرخاله کوزت. این 3 تا آیپد گذاشته داره نگاه میکنه قشنگ. داره همه جا رو رصد میکنه. У тебя есть имя? آره یکی میگه همیشه ماسک میزد دیگه، اینم واکسن زده یه ماسک نمیزنه دیگه. البته ماسک رو برای جستجو میزنن، اون داستانش فرق میکنه به خاطر اینکه وارد بدنتون نشه. Ты можешь мне назвать свое имя? Только демоны не называют своих имен. یارو نوشته آقا پویا جستجو که میری میترسی. ببخشید دیگه شما نشستی لای پتو تو خونتون نمیترسی. برو یه نگاه به ویدیوهای قبلا بنداز ببین از دیدن ویدیو میترسی، چه برسه بخوای اونجور جا بری. نره اونجور جا. آره ما چرا نترسیم از جن و موجودات عجیب غریب؟ میترسیم، چرا نترسیم؟ تو ما ترسش خوبه، ترسشو دوست داریم. والا دست خالی پاشم رفتم بالا سرت. اون شیطان پرست با اسلحه دنبالم کردن. من ترس صحبت میکنم واسه ما. ویدیو رو ببینیم. یا اول فاز این چرا تکون میخوره؟ بچه 15 ساله است نشسته تو خونه گیم تو بزن بابا. تو رو چه بد подвал. Я точно не полезу. هرچی داستانه تو این زیر زمین است. نگاه کنید تکون میخوره. ببینید تیم موضوع با این همه جستجو داره سکته میکنه. صورتشو نگاه کن داره سکته میزنه. یا آن این چی بود؟ وای این چی بود؟ الینا بیگارمی دمت گم، ممنون بابت دونیتت. توی بیگارمی حرفه‌ای هستی. ببینیم بیاد
تیمم میترسه ولی میره تو دلش. ما هم همینیم، اگه بی‌ترسیم هم میریم تو دلش. تو خونه‌مون نشستیم بگیم آقا جستجو فیک فلانه بساره، تو خونه نشستی میگی لنگش کن. محسن جون دمت گرم. صدای دیلینگ دیلینگ زنگوله است. آها نگاه این همینجوری داره تکون میخوره. Еще два, я не спущусь. فوت داشت میخواست بزنه تو سرش ها، یه چیزی پرت کرد بزنه تو سرش، کپ کرد. یا مادر، این قشنگ در واقع گفت مامان جون. ولی دمش کم، با اینکه میترسه دلشو داره، رفته اونجا تک و تنها. ای وای جعبه رو داره میزنتش، داره چیزی پرت میکنه سمتش. وای بدو این کلن باهاش درگیرن، هر دفعه یه چماقی، چوبی، بشقابی، چیزی تو سرش پرت میکنن. میخواست بزنتش. Я повесил эти колокольчики. Чёртовы колокольчики. فکر کنم این جن زن باشه، تو کار بشقاب مشقابه. باد بود. سیبیلو بدم بالا. Стоп. چه خبره؟ Почему в этой комнате ничего не происходит? Оно стучало в окно, чтобы меня разбудить. Но не зашло в эту комнату. باده. Может быть, باده. не знаю, иконы. من چیزی نشیدم، باد بود. Эту комнату. هر کاری میخوای بکن. آشپزخونه تحت اختیار توه. Всеми силами. یه شام بذار رو هم بخوریم. С этой комнаты. Не знаю. آجی من تنهام تو خونه، فقط سگم که نمیتونم چی صدایی در بیاره. Оберегают эту комнату, и она здесь слабо. Или вообще сюда зайти не может. Показания здесь 0. سر صدا میاد از این ور. کیه؟ На камерах راحت باش. я не вижу никого, кроме, опять же, этого монитора. Здесь постоянно داره помехи. توی مانیتورش تداخل میبینه. Наверное, вряд ли его можно на камерах увидеть. باد بود، داره باد Или بود. вообще заснять на видео. بادی بود و راهی داشت، به کسی کاری نداشت. Сейчас надо как-то попробовать замерить показания не в комнате, а снаружи. Вот здесь уже больше. دستش. آخ. وای این یه تیکش خیلی خفن Моя بود. теория подтвердилась. بیچاره به چخ رفت. Она не может сюда войти. دیگه همه رو نمیتونی بگی باد بود که آخه. تمام از سب
همه فیکه، همه دروغه، همه شیادن. 8-9. Еще маленький, ну. همه دروغه، فقط ما راستیم. والا Моя теория точно верна. Но в ближайшее время زد دستمستشو ترکوند. этой комнаты я не буду. Так, друзья, я так понимаю, выйти до восхода солнца. میگه نمیتونم قبل از طلوع، دیدی همیشه صبح میشه، همه چی آروم میشه، اینم همینه. میگه قبل از طلوع نمیتونم برم بیرون از این در. بره یارو بلا سرش میاره. در دیدید بسته شد، رو دستش بسته شد. Показания есть небольшие в районе 9-10, но есть. داره فرکانسای Туда очень اون опасно بیسیمشو для میگه. жизни и для здоровья. В последние моменты, ну, в принципе, вы сами видели. بشخاب و اینا هم سمتش پرتاب کرد دیگه. Тарелки. خودت یا خودش توی ویدیوش که Твою мать. نوشته یه شیطان بود، یه تکرار داشت نشون میداد. 31. اون دستگاهش داره نشون میده. Боюсь ближе показать просто, что опять либо дверь захлопнется, либо еще. Надеюсь, там видно камеру. این تختش خیلی خوبه. Здесь как будто бы на улице светлеет, или кажется так. Это комната получается. Это левая, это правая. Показаний нет. نشونه ها رفته. بیا برو عقب، الان رو کلت بسته میشه، گردنت میمونه اون لا. Единица была, но это возможно от фонарика. سیگناله اومد پایین. خیلی وقت بود از تیم نذاشته بودم. می‌بینی خودش هم جرئت نداشت بره اون پایین. خب رفقا دمتون گرم. این از ویدیو تیم. ببینیم چند دقیقه شد که لایویم. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید، عشق منید. یه پارت دیگه هم داره تیم که اونم براتون دوست دارم بذارم، حالا فردا یا پس فردا حتما براتون میذارم. یه پارت دیگه هم توی این خونه رفته قبل از این ویدیو. من گفتم امروز براتون جدیدترینشو بذارم. عشق منید، مرسی از اینکه اومدید لایو، دمتون گرم. بعد سعی کنید همیشه به هم دیگه انرژی خوب بدید. اگه ویدیو رو لایک نکردی همین الان لایک کن، اگه کانال سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. دوستای دیگه هم که دارن تو این زمینه کار میکنن بچه‌ها رو حمایت کنید، همه بچه‌های گلی ان، من با همشون رفیقم. کسایی هم که میان راجع به ماها حالا بد میگن و نمیدونم به ما توهین میکنن، اینا رو ولش کن بره. میگم هر چی بخوای اینو اونو خراب کنی بدتر خودت خراب میشی. اصلا هر چی بیشتر انرژی بدی بیشتر انرژی میگیری. اینا همتون هم میدونید، انقدر که گلید. دمتون گرم، مرسی. پارت 2 جستجوی اون خونم که من در زدیم اونم براتون تا حالا جمعه یا شنبه میذارم. عشق منید.
بعد چی میخواستم دیگه؟ اوکی، دمتون گرم رفقا.